دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتنی جودو، مخصوصا اون نفرانی که امروز پهلوانان تاجیکستان رو دستگیری میکردند. ابوبکر شریف چهره بسیار هم شناخته و پهلوان بسیار هم با مهارت ما برای به دست آوردن نشان برنجی رقابت را آغاز میکند و حریف او آن نفری است که امروز محیدین اسداللهیف را شکست داده بود. ابوبکر شریف پهلوان 21 ساله تاجیکستانی دارنده دو نشان نقره مسابقات گرند سلم با جلوگی کبود به میدان میبراید. این باشد حریف 24 سالش از کشور گرجستان گیورگی چیخلیدзе است. چیخلیدзе البته در فصل گرند سلم ها همگی یک نشان نقره دارد که آن را هم در پاریژ گرند سلم سال 2024 به دست آورده بود. ابوبکر شریف امروز واقعا خوب درخشید، اما ناحقیه که برای این پهلوانی ما شد برای همگان معلوم بود که او در مرحله نیم نهایی چگونه یک پرتافت زیبا را انجام داد، اما این عمل کرده ابوبکر شریف را بینابد نگرفتن. به هر حال امروز ابوبکر شریف برای نشان برنجی وزن تا 73 کیلوگرم مبارزه میبرد. پهلوان ما کبودپوش است، چیخلیدзе باشد با جودوگی سفید از گرجستان است. بار اول است که هر دو این پهلوانان روی همدیگر قرار میگیرند. این میتواند که رقابت بسیار هم مهم باشد برای ابوبکر شریف، چون سال گذشته در باکو گرند سلم در مقام دوم قرار گرفته بود. پهلوان ما فشار برای نگاه داشتن حریف در زمین این کار را به خوبی میتواند که انجام دهد ابوبکر شریف، ولی نه. خب شریف امروز دوستان عزیز بسیار خوب شروع کرد رقابت ها رو. هنوز از دور اول بر مقابل کلاکر روبرت از خرواتیا و بعدا توانست دونخیون از کره جنوبی را شکست بدهد. در مرحله 4 نهایی باشد تاناکا ریوگا وطندار جودو را بسیار هم با یک پرتافت عالیش ناکام کرد، اما در مرحله نیم نهایی رشید محمدعلیف با یک امتیاز یوکو توانست که پیروزی را به دست بیارد. ابوبکر شریف برای نشان برنجی همکنون میبینیم مبارزه میبرد. تلاش ها هست، موقعیت خیلی مناسب است و اینجا الکی پرتافتی ابوبکر شریف امتیازی ایپون برگزاری میگردد. مبارک باشد این پیروزی اکنون در روز دومی رقابت ها. بله دوستان عزیز، با دلپوری اکنون ما میتوانیم که ابوبکر شریف را تبریک گوییم با این دستاورد. البته سال گذشته چون گفتیم در فینال این مسابقه بود، اما باقی نیست در آغاز سال این دستاورد برای ابوبکر شریف خیلی و خیلی مهم بود. پهلوان تاجیکستانی با گرفتن نشان برنجی مشرف گردید که این نشان برنجی در کارنامه ابوبکر شریف بار اول است. توجه میکنیم اکنون و آن حالتی که پهلوان ما چگونه پرتافت بسیار هم جالب را انجام داد. با اصول خودانداز یا پوشناکی بسیار هم خوب حرکت کرد. آن اصولی که بسیار هم مقبول است برای ابوبکر شریف که پیوسته اجرا میکند. امروز در گرند سلم باکو ما موفقیت ابوبکر شریف را از بکار بردن همین اصول دیدیم. و البته دوستان عزیز آن عملکردی که در مرحله نیم نهایی داشت ابوبکر شریف طبق قاعده های نو 100% باید اونجا امتیاز ایپان میشد، چون پهلوانان وقتی که از حالت پارتر هر دو میخیزند و اجرای اصول میکنند این طبق قاعده های نو حساب کرده میشود. اما بر موافق قاعده های پیش وقتی که پهلوانان از حالت پارتری از جای بر میخیزند الکی داور مته میگفت، ولی این عمل کرده که امروز انجام داده بود در مرحله نیم نهایی ابوبکر شریف طبق آن قاعده های نو البته امتیاز ایپون بهاگذاری میشد.